شیرینکانی من، السلام علیکم. چی حال دارید شما؟ کدامی شما معنای کلمه طهارت را می داند؟ بله، آفرین. طهارت این از کلمه روشنی و پاکیزگی است. دین اسلام بر ما نمازگزاران طهارت را کاری حتمی گفته است. بیایید امروز در یک جایگی طرز طهارت کردن را می آموزیم. پیش از همه در آغاز طهارت باید بسم الله بگوییم. سپس دستها را 3 بار نغزکک باید بشوییم. بین انگشت ها را نیز باید با دقت بشوییم. بعد این باید به دهان آب گرفته دهان و دندان ها را 3 مرتبه بشوییم. این کار را مزمزه می گویند. سپس آب را 3 بار به بینی میگیریم و به بیرون میبریم که این عمل را استنثار و یا استنشاق می نامند. سپس رویمان را پره 3 مرتبه میشوییم. در شستن روی باید آب همه روی را از گوش چپ تا گوش راست، از دمیدن موی پیشانی تا زیر منه آنگونه دیده ایستاده تر کند. سپس دستانمان را از سر انگشت تا آرنج می شویم. اول دستی راست، بعدا دستی چپ را می شویم. سپس تمام سرمان را 1 بار مسح می کشیم. مسح را از طرف پیشانی شروع کرده با پشت سر می بریم. سپس گوش ها را از بیرون و درون 1 بار مسح می کشیم. بعد این پای ها را تا بجولک نغزکک می شویم. اول پای راست، بعدا پای چپ را می شویم. عزیزان من، با همین طهارت به آخر می رسد. انا اکنون دعایی را که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم بعد طهارت گرفتن می خواندن ما هم می خوانیم. بیایید همراه تکرار نماییم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. انا اکنون دوستان من، ما به نماز تیار شدیم. خداوند از ما و شما قبول کند. السلام علیکم و رحمت الله.